هرکی پشت سر من بگرد اینم چی کارش میکنه. درود افجای، خوش اومدین به چنل یوتیوب من. امیدوارم حالتون خوب بوده باشه و روز خوبی رو داشته باشین. امروز اومدیم با سوتیای مثبت 18 و خنده‌دار و جذاب از کنسرت های علی یاسینی. تا به حال توی کانالم ماکانی پر بود، میخوام از این به بعد سر ماکان و علی یاسینی دعوا بیفته دیگه. فردا هم نه، فردا نمیریم، شنبه 13 آبان میریم کجا؟ کنسرت علی یاسینی. اوکی، ولاگ میگیرم واسهتون، حتما اون ویدیو رو هم توی کانالم باشین، اون ویدیو رو هم ببینین که قرار کلی اصلا یه ایده هایی نوشتم که اونجا بگن، قرار با دیدن ولاگ از خنده پاره بشین. اگه چنل تلگرام و پیج اینستاگرام هم رو ندارین، اینجا پایین گذاشتم، حتما از اونجا هم دنبال کنین که با هم دیگه بیشتر آشنا بشین. و اگه ویدیوهای خاصی داشتین حتما برام ارسال کنین. حمایتم فراموش نشه، این ویدیو رو لایک کن و یه دونه کامنت انگلیسی بذار که سابات نپره. نمیدونم یوتیوبرها چطوری با این عینک دودی ویدیو میگیره، من که کور شدم هیچ جا نمیبینم. بی معطلی بریم سراغ سوتیا. آقا شاید بگین که اسکل تو که ایرپاد داری چرا اینا رو انداختی؟ شارژش یعنی من اصلا مشکل دارم با این شارژ کردن هندزفری و از این حرفا، ولی این واقعا شارژ خوب نگه میداره. 3 هفته اینا هست که نگه داشته، من شارژ انداختم. خلاصه بریم سراغ ویدیوی اوله. این چه صدایی؟ صدای ماکان شده این کار. نکن بچه. آقا یه دقیقه نکن بچه. گفتم حیفه، اینو خریدم حداقل یه استفاده ازش بکن. بریم سراغ ویدیو بعدی. یا هم یکم قدیم‌تر بکنم که یادش میاد. باید همراهی کنیم. برو من میگم مثلا مردم اینو آقا اینو چطور بگی؟ بله بابا یک شما بعد از من میگید. نه خیلی ساده است. آقا نمیتونیم بگی. هیچ نگیم. وای امیدوارم تو کنسرتی که ما میریم اونم اتفاق بیفته. خیلی باحال بود. بریم سراغ ویدیو بعدی. من دلم میریزه وقتی که نازش کنی، علکی دم میکنم میزنی از رو خواهشش میکنی. هرکی پشت سر من بگرد اینم چی کارش میکنه. رضایتش رو فقط نگیش. من بی حوصله رو جز تو عزیزم کی تحمل میکنه. یکی از اون دارم. دیدنته. آقا این آهنگی است که میتونیم کلی سودی توش را بدیم. یکی مثلا میگه دیدم چی کارش میکنم، مردم میگن پارش میکنم، جرش میدم. و یکی هم میگه که منو جز تو کی میتونه تحمل کنه. اون طرف یکی داد میزن من. و منم همین کارا رو میکنم. فکر نکنم تو تبریز کسی اینا رو بگه، چون تبریز یه واقعا خجالتیه. ولی من میگم به من ربطی نداره. بریم سراغ ویدیو بعد. این داره بریم سراغ تا دیوونه بودی یا بخون. اونم شنید.
من پسندیدم تصور و دلم از اون وای یعنی اینم مثل عدله داره وقتی که مثلا آهنگ میخونه میگه او مای گاد تر زدم برین از دوباره اینم میگه دارم سعی کنم بزنم بریم سراغ ویدیو بعد. وای واقعا فکر نمی‌کردم اینطوری هم باشه. ماشاءالله. فقط این حرکت سرش یه دونه دستش که اینطوری میکنه این خیلی باحاله، یعنی باحال ترینشه. بریم سراغ ویدیو بعدی. وقتی کراشم میگه یکم از خودت بگو. واکنش من من از معدود کسایی هستم که همساله حرف زدنش قشنگم خوندنش. یعنی یکی بود که میگفت که از خود تعریف نباشه کسی از من بهتر نیست. بودم بالا دیگه مثل من نمیاد. مثل من دیگه به دنیا نمیاد. علیازی هم دقیقا از اونا گفت. بریم سراغ ویدیو بعدی. ستارم نامرد ولی هم خونی رو داشته باشه. نامرد. اوه اصلا انتظار نداشتم. لبخند رضا، این لبخند رضایتش واقعا باحاله. ولی پسندیدم. بریم سراغ ویدیو بعدی. یعنی واقعا یادش میره یا خودش اینطوری میکنه. ممکنه که یه کاری هم کنه اینطوری بکنه که بگی که تو کنسرت هم پلی بک نیست. بریم سراغ ویدیو بعدی. البته به نظر من خواننده هایی که مثلا الان میخونن پلی بک نمیکنن، هرچند مثلا افتضاح کنسرت تحویل بده ما پلی بک اجرا نمیکنن. حالا هر کسی که نظری داره. بریم سراغ تو ایران گفتم ما. بریم سراغ ویدیو بعدی. عزیزم به شدت پرسپولیسی. اوکی قرمزم پس دوست داره. بریم سراغ ویدیو بعدی. بیا سیمی. آهنگ پتک دمت کرد. بریم سراغ ویدیو. چه زود تموم شد. تایممون دقیقه شد. به من خوش گذشته تا اینجا. بریم سراغ ویدیو بعدیمون، آخرمون. اوکی آقا یه ویدیو هم هست بذارین اونم اضافه کنم. واقعا حیف اونو نبینیم. بذارین برم بیام. خب بریم آخرین ویدیو رو ببین. اینو اضافه کردم نمیدونم چرا اضافه نشده بود واقعا. بریم سراغ ویدیو آخرمون. والله العظيم you are gay. Don't say this to me. والله you are gay. والله you are gay. اگه خجالت نکشم میگم. آقا این بود از این ویدیوها. واقعا خفن بود. کنسرت های یاسینی باحال شدن و باحال بودن. سال قبل که من گفتم که چیز بود کسل کننده بود، ولی جدیدن باحاله. خیلی حال میکنم. نمیدونم هر کسی یه نظری داره ولی الان حال میکنم باهاش.
امیدوارم از این ویدیوها لذت برده باشین. اگه دوست داشتین حتما لایک کنین، کامنت نذاشتین کامنت بذارین، سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و زنگوله بغلیش هم فعال کنین که موقع ویدیو گذاشتم واسهتون نوتیفیکیشن بیاد و شما اولین نفرایی باشین که میان ویدیوم رو میبینین و میخندین و حال میکنین. و علاوه بر اونا اگه خواستین ویدیوهای بیشتری از من ببینین، اینجا واسهتون ویدیو و پلیلیست معرفی کردم که توشون کلی ویدیو هست، میتونین بریم ببینین و بخندین و حال کنین. و اگه خواستین دوباره کانالم سابسکرایب کنین، رو پروفایلم کلیک کنین، میتونین من رو سابسکرایب کنین. خیلی دوستتون دارم تا یه ویدیو دیگه FJ بمونین.